قاعده 121 چی از حکمت های مخفی بودن حسن و سوء خاتمه را بفهمیم. حال بعضی کسا میگه والله مرا ترساندی، نماز میخوانم، روزه میگیرم، عبادت میکنم، کل کارا را میکنم، اما کل کارا را بکنی یک دفعه سر دمی آخر خاتمه به چی شوه؟ لا اله الا الله در زبان جریان نشه. این حال بسیاری کسا از این بسیار میترسن. خود چی حکمت داره؟ اگر حکمت هایش بفهمیم، باز الله سبحانه و تعالی ذات حکیم است و هر حکم خدا که میکنه، هر کاری را که میکنه به اساس یک حکمت است. پس ما و شما باید حکمت از رو بفهمیم. حکمت اولشی است که انسان مسلمان باید با خوف و رجا زندگی بکند. خوف و رجا یعنی اگر انسان خاتمش معلوم می بود، انسان هایی که مثلا با تقوا هستن، خوف از قلب از اینا برداشته میشه. باز میگه خلاص اگه من خود دیندار هستم، اونم معلوم است من جنتی هستم. مثل کال بسیاری کسایی که خدا کلان قرار میتن، شما دیده باشین نه؟ یا در قلبش خوف نیست دیگه را براعت میتن. کلانای کلیسا را ببینی میگه من دیگه را میبخشم، خودم خب از جنتی هستم، بیاین از پیش من دست بگیرین، دست مرا ماچ کنین، من خب از جنتی هستم. یعنی خطر است نه؟ یعنی خوف از قلب از چی شده؟ برداشته شده. اما اگر یک انسان از خاتمه خود میترسه، عقیده را داشته باشه، چی خبر تو از مکه درات بیت بلندتر باشه؟ چی خبر است که تو ایمان تیر کنی من ایمان تیر نکنم؟ چرا من تو را از خود کده پایین تر فکر کنم؟ پس وقتی که انسان داشته باشه، ضعیفترین انسان در نظرت بسیار بلند معلوم میشه. میگه سبحان الله، صحیح ما استاد هستم، صحیح مثلا درس میتم، صحیح میتم، یعنی الله تو نباشه که خاتمه ما چطور میشه. پس بسیاری وقتا علما از عوام کده از الله زیاد میترسن. انما یخشى الله من عباده العلماء. فهمیدی؟ یعنی عالم حقیقی نمیتونه خدا نسبت به دیگرها برتریت بده. کوچکترین شما را از خود کده برتر فکر میکنه. والله اعلم چی خبر است که تو چیز شد. فهمیدی؟ پس حکمت اولش است که انسان با خوف زندگی میکنه، خوف و رجا. و همچنان حکمت دیگه چی است که انسان هایی که گناهکار هستن اینا ناامید نمیشن. چرا خطر بسیار همی هست که بسیاری کسا را شیطان از چیز ناامید میسازه. شیطان وقتی که ناامید ساخت، شیطان برش میگه اوه تو اینی گناه را کردی، خلاص رسیدی که تو دوزخی درجه 1 هستی. پس این نفر میگه برو دیگه من خو چیز شدم، از خلاص شدم. پس این چی میکنن؟ این به کفر مراجعه میکنن. اما این حدیث وقتی که میخونه که دروازه رحمت الله بسته نیست، پس این امیدوار رحمت الله میباشه. دوم حکمتش چی است؟ انجام ندادن کاری که منجر به سوء خاتمه میشه. پس ما و شما میخوایم که کدام کارا منجر به سوء خاتمه میشه. وقتی که انسان فهمید که خاتمه مستور است، پس سعی تلاش میکنه که همین کارهایی که منجر به سوء خاتمه میشه چی است؟ نشه. مثل که مثلا این شخص به قضا و قدر الهی تسلیم نشد، وقتی که زخمی هم شد فوراً آمد کت شمشیر خودش خدا کشت. به خاطر ازی که انسان مؤمن باید به قضا و قدر الهی چی باشه؟ تسلیم باشه. اگر مرا غذا داد، اگر رزق داد، اگر نداد، اگر سختی آمد، باید به چی باشی؟ به امو قضا و قدر الهی انسان تسلیم باشه. سوم حکمت چی است؟ مغرور نشدن به اعمال و عبادات. بعضی کسا هستن که یکمک دین فهمید، یکمک عقیده را فهمید، یکمک عبادت ها را کرد، بازی را آنقدر شیطان مغرور می سازه که هیچ کس در نظرش نمیه. بعضی کسا را ببینی یکمک دید، یک مولوی صاحب دید که یکمک پاچش پایین است، من پشت از این نماز نمیخوانم. اقا مغرور است، پشت از این نماز نمیخوانم. در حلقه فلانی نفر نه او چیست؟ همین بسیاری جوان ها را که بری کشان سعی کنی بگوی فلانی مولوی صاحب استاد درس میده. استاد دایی چی است؟ سر از ما بیخی چی میگه؟ یک اصطلاح برک نمیگیریم، چی نمیگیریم؟ جمع نمیگیریم. سعی کن اینه. این چی است؟ چون از خاتمه اعمال بیخبر است، خلاص شد که صاحب من یک 2 رکعت نماز صحیح خواندم، دیگه من صاحب از مکه جنتی درجه 1 هیچ نیست. اخلاقش 0، دیگه عباداتش 0،
رزقی که میخوره حرام و معکله، رسول الله صلی الله علیه و که کی دعا یک از قبول میشه که جایی که خو میکنه حرام است. نمیگه که که من دمیج خو میکنم این به من حلال است یا حرام. نانی که میخورم این حلال است یا حرام. ماشی که میگیرم این حلال است یا حرام. کلش ده غلطی. فقط ده چی بسیار خوب است که این نماز خدا بسیار هم تو شخ محکم میگیره، اما تو چیز کنه. اینجا میگه که حکمت خاتمه مستور دمی است که این انسان باید بفهمه تو چی خبر داری که تو خاتمه ولا اله الا الله است یا خاتمه تو به شرک و کفر است. پس به این خاطر انسان هیچ وقت مغرور نمیشه، ولو که تمام شب عبادت کرده باشه، تمام روز روزه گرفته باشه، بعد ده هزارها جبهه قتال و جهاد اشتراک کرده باشه، حتی ثوابهای بسیار زیاد گرفته باشه، بازم این انسان چی است؟ از خاتمه خود چی میکنه؟ در خوف میباشه، از این خاطر مغرور نمیشه. حکمت چهارم خاتمه مستور چی است؟ تحقیر نکردن گناهکارا هست. یه انسان مؤمن باید انسانهای گناهکار را تحقیر نکنه. چی خبر داری که اونمون نفری را که تو زشت میگی، بد میگی، اما توبه کنه خاتمهش خوب شوه، و کسی را که تو خودت که خود بسیار عالی میگی. و در افغانستان ما و شما دیدیم، در افغانستان یک وقت یک تعداد مردم در صف جهاد بودن و یک تعداد مردم دیگه به اساس بیعقلی یا به حساب جهالت یا به حساب تنبلی یا به حساب هر چی که بود، یا هجرت نکرده بودن، جهاد نکرده بودن. اونو مجاهدین چی میکردن؟ اینی کسایی که در اینجا بودن، اگر او نماز هم میخوان، کلمه هم میخوان، توبه میخوان، برش تو هم امروز هم تو کافر هستی. اونمو کافری که سابق کافر بود، یک دفعه الله در دلش روشنی انداخت، کلمه میخونه، نماز میخونه و توبه میکنه، حتی در صف جهاد رفت. و اینمی مجاهد درجه یک صاحب، این در صف امریکایا، در صف خارجیا و تمام رسایلش کنیم چیزشان بالا هست. صحیح نه؟ پس اینجا انسان مسلمان دیگرها را تحقیر نمیکنه. چرا یک وقت سرچپه میشن. یک دفعه تو بسیار دیندار هستی نه؟ بعضی کساس بسیار خود دیندار میگه در زمان محصلی، مسای محصل شریعت هستم، اول نمره هستم، ریش چه کنی، تقوی چه کنی. دیگر روزهای برازی که یک ماشک $4000 پیدا شد، بازی شروع میکنه. دوستای امریکایی، دوستای خارجی، دقت ناتو ملاست، ملای مسجد ناتو، ملای مسجد اینه. پس تحقیر نکو یک انسان دیگه که در حالت گناه و در حالت معصیت میبینی، میشه روزی اونمو معصی گناهکار توبه کنه. و یک وقت یک کس میگه، والله علم، در یکی از کتابا خواندم، میگه برای عیسی علیه السلام گفته شد که برو بنده های گناهکار را بشارت بده و بنده های متقی و نیکوکار را بترسان. میگه گفت یا پروردگار چه قسم را بترسان، مو را بشارت بدم؟ گفت بنده های گناهکار را بشارت بده که دروازه توبه و رحمت و مغفرت الله برایتان باز است. بر گناهکارا بگو، بر بنده های با تقوا بگو که از غرور و تکبر و خودخواهی ها بترس، نشه که از این خاطر بعض علمات میگه از عابد مغرور کرده گناهکار متواضع خوبه. فهمیدی؟ یعنی گناهکاری که گناه کرده شکسته هست، میای به بارگاه الله سجده میکنه که یا الله من گناهکار هستم، من رسوا هستم، من بسیار بدبخت هستم، یا الله تو بزرگ هستی، یا الله. خود ذلیل مقابل الله میسازه. اما بعضی اوقات بعضی عابدای مغرور هستن که در نماز هم بسیار با غرور استاد است و هیچ چیز نمیکنه، هر کسی او را دو بزن، او را بد بگذره. پس از عابد مغرور کرده عاصی متواضع که در مقابل الله نماز خود با خشیت میخوانه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اینه دیگه از حکمت های امی چی هستن؟ اجتناب از خود راضی بودن. اعجاب میگن اینا. اعجاب به نفسه چی را میگن؟ اعجاب در اصطلاح اینا میگن که از داخل یک نفر خوب راضی باشه. فرق بین اعجاب و ریا چی هست؟ فرق بین اعجاب و ریا. یک دانه سیب شما بخرین،
بعض سیب ها هست ظاهرش خراب است، وقتی که میری سهل میکنی که گنده شده از ظاهر. ریاکار عملش از ظاهر گنده شده، ظاهرا ریاکار است. اعجاب کسی که داره اعجاب چی است؟ یک سیب میخری ظاهرش سرخ و سفید و رنگش از دور جذبت میکنه، اما وقتی که توتیش میکنی داخلش گنده. فهمیدی یعنی؟ پس انسانی که ریاکار است و انسانی که به نفس خود اعجاب داره چی فرق داره؟ ریاکار ظاهرا ریاکاری میکنه و اعجاب به نفسهی است که ظاهرش بسیار خوشت میاد، چهره بسیار زیبا، ماشاءالله قواره رسه کوی ریش مبارک است، کوی لباس ها رسه کوی نماز خواندن است، کوی این رفع الیدین است، کوی این حرکت ها رسه کوی، اما از داخل شیطانی رو چی کرده؟ گندش کرده. از این خاطر میگه یکی از حکمت های خاتمه چی هست؟ خاتمه مستور امی هست که انسان ای از اعجاب به نفسهی نگاه میکنه. چرا در قلبش هست؟ تو چی خبر داری که تو از آخر کلمه در زبانت میه یا نه؟ پس ای اعجاب به نفس خود دور میکنه. و شما اکثر مردم ها رو، بعضی کسا رو ببینید بسیار به نفس خود چی هست؟ اعجاب نفسهی داره. یک کمک نماز جور شده، کمک یک 4 درس عقیده را خواد، باز شروع میکنن اگه مفتی تو کافر هستی و تو مرتد هستی و تو فلان هستی و تو فلان هستی و باز یک 4 درس دیگه که خوان باز سر استادا شروع میکنه که استاد مچم چی گفتین پیشتر؟ سر از این جمپ نمیگیرم و این مچم ضعیف است تو خودش ستر است. یا کل مردم یعنی خودش که در این بالا مقام شیشته در مقام فتوا فلانی، اما کسی که از خاتمه مستور میترسه میگه والله برادر همین نفر چطور آدم است، میگی یا کسی مرا میگه والا درباره نمی فلانی شخص چی نظر داری، نمی حاجی صاحب نظر چیست؟ وقتی که گناه های خود سهل میکنه والا میگه من گناهکار هستم که من از خاتمه خود میترسم. الله میفهمه شاید از مکه 1000 مرتبه رتبه چی باشه؟ بلند باشه. چرا؟ برای انسان چی میده؟ هفتمی حکمت از حکمت های امی خاتمه مستوری است که همیشه در فکر خود می باشه، نه در فکر، یعنی منظور من از فکر خود بودن معنایش چی است؟ که همیشه عیب‌های خود حساب میکنه. من چند عیب دارم، چند غلطی دارم، چند مشکل دارم از خودم. این نیست که عیب‌های دیگران را حساب کنه، همیشه آینه خود پیش روی خود مانده و یک عیب‌های خود حساب میکنه. هشتمی حکمتش چی است؟ همیشه در عذر می باشه، همیشه پیش الله عذر میکنه. یا الله خاتمه مرا خوب بساز، یا الله آخر کلمه من لا اله الا الله بساز، یا الله مرا نجات ده. نهمی حکمتش چی است؟ به نسب و به چوکی و به مال خود افتخار نمیکنه. دهمیش است که همیشه در توبه و در گریه در شنیدن آیات می باشه. حالا تو نماز میخونی نه؟ آیات دوزخ میه، چرا گریه میکنی؟ شما بعضی از علما و شیخا دیده باشین آیات دوزخ میه گریه میکنه. چرا گریه میکنه؟ تو مسلمان هستی، مؤمن هستی، خب میگه که اعدت للکافرین. به خاطر از این میترسه و گریه میکنه که نشه همی خاتمه ما خراب باشه، ما همی عذابهای دوزخ وقودها الناس والحجاره، همین ناس ما نباشم. چرا خاتمش مستور است؟ من زی خاطر در آیاتی که مربوط دوزخ میشه، عذاب دوزخ میشه، متوجه هستیم؟ دی گریه میکنه انسان. و 11 حکمتش است که امی انسان مؤمن که است چی است؟ وقتی در راه مستقیم در حرکت است، از رفتن به راه راست خوشحال می باشه. چرا یک حدیث است که بسیار خوب خوشخبری میده برای ما و شما. چی خوشخبری میده؟ میگه عمران ابن حسین قال قیل یا رسول الله، میگه عمران ابن حسین یک صحابی بود، آمد گفت رسول الله صلی الله علیه و یک سوال دارم، یک مشکل دارم دمی مسئله حسن خاتمه و سوء خاتمه. در دلش یک تشویش است، مثل کامل در دل کل ما و شما دمی درش یک تشویش هست. نیست میله کل ما و شما یک ترس در قلب ما ایجاد شده. اینجا میگه که عمران ابن حسین میگه آمد گفت یا رسول الله اعلم اهل الجنه من اهل النار، گفت آیا جنتی ها از دوزخی ها قبلا فهمیده شده؟ الله در علم غیب خود میفهمید دوزخی سی جنتی است؟ فقال نعم. میگه رسول الله بله، به علم غیب الله ثابت است و الله میفهمه. قیل ففیما یعمل العاملون،
گفت خیلی چرا کسایی که عمل میکنن ما چرا خیلی کار کنیم، چرا نماز بخونیم، چرا عبادت بکنیم، چرا اطاعت الله را بکنیم؟ قال میگه رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که کل میسر لما خلقه. فهمیدین؟ لما خلق له. میگه هر کس برای چیزی که خلق شده راهی از او برش آسان میشه. نفهمیدین؟ این بسیار گپ مهم است. کل میسر لما خلق له، این یک قاعده بسیار اساسی است که رسول الله صلی الله علیه و آله میگه. چی مانا؟ یعنی جنتی هم معلوم است، دوزخی هم معلوم است. وقتی که پیش الله معلوم است که این جنتی است این دوزخی است، برای جنتی راه جنتی ها و جنت رفتن الله آسان می سازه. پس وقتی الله برای تو توفیق داد که نماز بخوانی، عبادت بکنی، تقوا بکنی، عقیده بخوانی، حدیث بخوانی، تفسیر بخوانی، الله برای تو توفیق داد، امید داشته باش که انشاءالله در جمله جنتی ها هستی. و اگر این توفیق الله از پیشت گرفت و برعکس از اون به سینما رفتی و به فیلم رفتی و به عیاشی رفتی و به گناه رفتی و به کفر رفتی و بیدینی رفتی و به احزاب کفری رفتی، پس کل میسر لما خلق له، پس راه دوزخ برای چی میشه؟ آسان میشه. فهمیدی؟ یعنی یک بشارت است از طریق از رسول الله صلی الله علیه و آله و وحی است. به این خاطر اینه، از این خاطر ما و شما چی میکنیم؟ پیشتر ما و شما گفتیم که در این قسمت لا اله الا الله دو بخش داره، یک بخش مربوط ما میشه، یک بخشش مربوط به غیب میشه. غیب میمانیم به الله، کاری که مربوط ما میشه امو کارا میکنیم.